مردا اگه 100 سالشون هم که بشه هنوز بچه‌ن. میدونی عیبشون چیه؟ البته عیب که زیاد دارن، بیشتر از 100 تا، ولی 2 تاش گل درشته. اولیش این که میمیرن، جون به سر میشن، زنده زنده میسوزن اگه بخوان یک کلمه حرف محبت آمیز بگن، یا بخوان بگن منو ببخش یا معذرت میخوام. ابدا میمیرن که بگن. 100 بار این حرف میاد نوک زبونشون مثل سلفات دو سود قورتش میدن و نمیگن. گفتیم 2 تا. دومیش اینه که خیال میکنن علامه دهرن، هم از این دنیا هم از اون دنیا خبر دارن. ما هم اصلا هیچ اطلاعی از هیچ جا نداریم، اما خبر ندارن اگر ما نباشیم که براشون تو خونه یه محیط پر آرامش درست کنیم، هیاهوی این دنیای شلوغ دست و پاشونو گم میکنن و به هیچ جا نمیرسن.